سرخط خبرهای مهم. دادستانی امر داده است که دو بلند آشیانه نو ساخت را در دوشنبه ویران کنند. اسرائیل ایران را نشان گرفته است. کجا را میزند؟ و ادامه بازداشت دختران برای پهن کردن عکس‌های بداخلاقانه. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میگردد. امروز دوشنبه 14 اکتبر. دادستانی امر تخریب دو بینای بلند آشیانه نو ساخت در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه را داده است. پلیس دوشنبه روز 13 اکتبر در صفحه فیسبوکیش خبر داد که این دو بنا در خیابان رودکی ناحیه شاه منصور خودسرانه و با راه آماده نمودن سندهای ساخته بنیاد شدند. نظر صاحب این دو ساختمان که پلیس دوشنبه از او جمشید عزیز محمدزاده نام برده است، به این تصمیم هنوز دسترس نشده است. پلیس ادعا دارد که عزیز محمدزاده به 16 نفر در این دو بنا غیر قانونی خانه فروخته است. کاربران فیسبوک به این خبر با شبهه نگاه کردند. آنها در زیر خبر نوشتند که ممکن نیست که ماه‌ها ساختمان ادامه کند ولی مقامات پس از انجام آن خبر یابند و امر تخریب آن را دهند. مقامات هنوز شرح ندادند که این تاجر چگونه این دو بلند آشیانه را بنا کرده است و چرا تا انجام ساختمان سندهای آن را کسی تفتیش نکرده است. یک دختر 19 ساله در دوشنبه برای پهن کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی 5 روز حبس شده است. رئیست کار داخلی در شهر دوشنبه 12 اکتبر خبر داد که ذاکره خان رسولова و مهرانه رجبزاده در شبکه‌های اجتماعی منتظم عکس و نوارهای غیر اخلاقی پهن می‌کردند. یک دختر نابالغ هم با آنها بوده است. رسولova با قرار دادگاه 5 روز حبس و رجبزاده جریمه شده است. نظر این دو دختر و نزدیکانشان به قضیه معلوم نیست. قانونگذاری تاجیکستان تبلیغ فحش را منع کرده است، اما معلوم نیست که این دختران را بر اساس کدام بند قانون جزا می‌دهند. پیش از این نیز چند دختر جوان در دوشنبه و دیگر منطقه‌های تاجیکستان برای به گفته مقامات پهن کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی مجازات شدند. حکومت 33 میلیون سومانی قرض 5 کارخانه دولتی را از انداز بخشیده است. قرار مذکور را پرزیدنت امام علی رحمان 1 اکتبر امضا کرده است. از 33 میلیون سومانی قرض کارخانه‌های دولتی از انداز قریب نصف آن یا 15 میلیون سومانی به شرکت تاجیک ایر تعلق دارد. این شرکت هواپیمایی دولتی قریب 5 سال است که با مشکل مالی روبرو است و هواپیماهای آن به جز شهر خروغ به دیگر جا پرواز نمی‌کنند. به جز تاجیک ایر همچنین 14 میلیون سومانی قرض کاری انگشتی نظر علاق، 1.3 میلیون مبلغ JSK پرمکان جنوبی، 1.1 میلیون قرض تاجیک سرمایه‌گذار و 366 هزار قرض کاری انگشتی شوراباد بخشیده شدند. انتقادها از گرانی انداز و هم دادن امتیاز به شرکت‌های نزدیک به مقامات قبلا هم صدا داده بود. هرچند مسئولین گفتند در تاجیکستان شرکت‌های خودی و بیگانه نیست. وزارت عدلیه قرقیزستان می‌خواهد مرافعه‌های دادگاهی به طور مستقیم یا آنلاینی ثبت و پخش شوند. مسئولین این نهاد میگویند با این راه مردم میتوانند از رفت محاکمه‌ها نظارت کنند و این به شفاف و آزاد برگزار شدن بحث‌های دادگاهی سبب خواهد شد. وکیلان دفاع با این چندان خوشبین نیستند. قضیه‌های پرسر و صدای سیاسی در قرقیزستان مثل تاجیکستان اکثرا زیر مهر مخفی و دور از چشم خبرنگاران جامعه بررسی می‌شوند. زرنگیز نوروزشاه موضوع را ادامه می‌دهد. وزارت عدلیه قرقیزستان پیشنهاد دارد که ثبت نشر نوار از رفت مرافعه‌های دادگاهی حتمی شود. بنا به این پیشنهاد اگر در دادگاه مرافعه را ثبت نکردند باید قضیه دوباره بررسی و حکم بیکار شود. بهانه‌های چون دستگاهی ثبت کار نکرد یا برق نبود باید قبول نشود. وزارت عدلیه خواستار آن شده است که به قانون کیفر یک ماده علاهیده درباره پخش زنده مرافعه دادگاهی وارد کرده شود. راه اندازی پخش آنلاینی محاکمه های دادگاهی در اینترنت به مردم زیاد امکان میدهد رفت مرافع را در لحظه ای که جریان دارد نظارت کنند. این پخش مستقیم به بیشتر شدن شفافیت و باز بودن محاکمه ها مساعدت خواهد کرد.
اما تشبثکاران این پیشنهاد تاکید دارند که دادرس باید تنها بعد اجازه گرفتن از شرکتداران مرافعه تصمیم پخش مستقیم را بگیرد. در مرافعه‌های پوشیده طبیعی است که ثبت و نشر نوار منع است. حالا ژورنالیستان و ناظران را حتی به مرافعه‌های گشاده هم راه نمی‌دهند. اگر چنین اجازه داده شود هم به شرط می‌دهند که ثبت و نوار نگیرند. وکیلان میگویند پیشنهادها درباره ثبت در تالار دادگاه مؤثر نیستند. اکثرا دادرس ها اجازه نمی دهند. اگر اجازه هم دهند تاکید می کنند که بغیر از دادرس و دادستان ها و کاتبات همه را می توانید ثبت کنید، یعنی ما را ثبت نکنید. برای همین من شک دارم که در عمل این تصمیم کار آید. به احتمال زیاد دادستان ها راضی نمی شوند. حامیان حقوق از آن نگرانند که دادرس‌ها می‌توانند برای راه ندادن به پخش زنده به بسیار پرونده‌ها مهر مخفی گذارند و مرافعه‌ها پشت درهای بسته صورت گیرند. در ضمن در قرقیزستان دیروز مرافعه دادگاهی 11 خبرنگار که در دعوت به بی‌ترتیبی متهم می‌شوند برگزار شد. مرافعه گویا باز بود، اما خبرنگاران و فعالان را به آن راه ندادند. در تاجیکستان هم سالهای اخیر اکثر مرافعه‌های دادگاهی پس درهای بسته یا در بازداشتگاه‌های موقتی دور از چشم خبرنگاران و جامعه می‌گذارند. مقامات با بهانه گویا سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمیگویند. سال 2021 وکیلان پارلمان از طرح قانون جانبداری کردند که باید دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه‌ها آسان می‌کرد. اما با گفته اکثر روزنامه‌نگاران وضع بی تغییر است و دریافت همه گونه اطلاع رسمی از رفت مرافعه‌ها همان مشکل باقی می‌ماند. اکثر کشورهای منطقه و جهان از حمله اسرائیل به ایران که میتواند وضع در منطقه را دیگر کند نگرانند. تلویزیون NBC در آمریکا به نقل از مقامات آمریکایی خبر داده است که احتمال اسرائیل تنها به زیرساخت‌های نظامی و انرژی ایران حمله کند. نگرانی‌های زیادی وجود دارد که اسرائیل به تأسیسات برنامه هسته‌ای ایران حمله می‌کند و این کار تنش در منطقه را بیشتر خواهد کرد. روز 1 اکتبر ایران اسرائیل را موشکباران کرد. مقامات ایرانی گفتند که قصد کشته شدن اسماعیل هنیه را برای حماس در تهران و دیگر راهبران حزب الله لبنان و فرماندهان سپاه پاسدار آن را گرفته است که گفته می شود در حمله های اسرائیل در منطقه کشته شدند. اسرائیل اعلام کرد که به ایران برای این کارش پاسخ سخت می دهد. آمریکا و دیگر کشورهای منطقه از اسرائیل خواستند که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نکند. اسرائیل سالهاست ترس دارد که ایران بمب اتمی می‌سازد، ولی ایران میگوید برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. تلویزیون NBC با تکیه به منبع‌هایش در مقامات آمریکا روز 12 اکتبر خبر داده است که در طرح اسرائیل هیچ نکته برای حمله به تأسیسات اتمی وجود ندارد. اسرائیل رسما درباره روز حمله و مکان حمله‌اش به ایران خبر نداده است. در کشورهای خاورمیانه از بدتر شدن وضعیت نگرانند. برخی شرکت‌های هواپیمایی پرواز به کشورهای منطقه را محدود یا منع کردند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 14 اکتبر سال 1924 در هیئت ازبکستان جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس شد. این قرار بعد تقسیم حدودی جمهوری مختار ترکستان و جمهوری شوروی سوسیالیستی بخارا به 3 جمهوری شوروی ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان قبول شد. اهالی جمهوری آن زمان 800,000 نفر بود. سال 1929 تاجیکستان از مختاریت ازبکستان برآمده جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شد. 14 اکتبر سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان در یک امر بی سابقه‌اش واردات چراغ‌های تصفنده و فروش آنها را ممنوع اعلام کرد. هدف به چراغ‌های کم مصرف گذاشتن خانواده‌ها در کشور بود که به قول مقامات تاجیک برای سبک کردن بحران انرژی کشور مهم بود.
14 октябри соли 1929 зодрузи Лола Исмоилова, яке аз аввалин занҳои донишманди тоҷик, профессор ва доктори илмҳои биология аст ки ба илова ба ҳайси яке аз бонувони зеботарини иттиҳоди шӯравӣ аксашро соли 1949 дар муқоваи маҷаллаи шӯравии Аганёк нашр карданд. муҳаққиқ Қурбони Аламшо менависад, ин духтари собиқ котиби дуюми ҳизби коммунисти Тоҷикистон Иброҳим Исмоиловро шоир Абдулқосим Лоҳутӣ ном гузоштааст. баъди ҳабсу қатли падар дар давраи саркӯбҳои сталинӣ модар ба зиндон рафту Лолаву додараш Иброҳим ба ятимхонаҳои гуногуни Қазоқистон бурда мешаванд ва танҳо баъди озодии модар аз ҳабс кӯдакон наҷот ёфта ба ватан бармегарданд. бонки миллии қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст: 1000 рубл баробар аст ба 110 сомонӣ, 100 евро ба 1179 сомонӣ ва $100 ба 1066 сомонӣ баробар аст. ин қурби расмӣ аст ва аз бонкҳои тиҷоратӣ фарқ мекунад. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. назару пешниҳодҳои худро зери ин барнома бароямон нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат хайр.